امروز میخوایم درست کردن خوردگی این جای بولوارینگ رو به شما نشون بدیم. اول از همه اونو با جوش پر میکنیم. نیازی نیست دور تا دور اونو جوشکاری کنیم، فقط جای خورده شده رو تا بالاتر از سطح جوشکاری میکنیم. حالا با استفاده از فرز انگشتی سطح جوشکاری شده رو تراش میدیم. با تست کردن بولوارینگ توی اون اندازه نزدیکش رو به دست میاریم. در آخر با سنباد زنی به اندازه دلخواهمون میرسیم و اون جای خوردگی رو پر میکنیم. توجه داشته باشید که بولوارینگ باید با فشار منطقی و آروم سر جای خودش جا بخوره. و میل اکسل هم بدون لقی و یا کیپی و یا زبری خاصی باید روون توی جای خودش بچرخه.